یه روزی تموم پدرها از این دنیا میرن، ولی بعضی از پدرها هر روز میمیرن، ماهی چند بار میمیرن. اون پدرهایی که تموم زندگیشون و عمرشون و جونشون و جوونیشون رو گذاشتن تا یه زندگی خوبی بسازن برای بچه هاشون، ولی نشد. هر کاری کردن نشد، هرچی دویدن نشد. روزیشون بیش از این نبود، نتونستن، توانشو نداشتن. درد اینجاست، پدر تا موقعی که کاری انجام بده، کاری از دستش بر بیاد، دوست داشته میشه. بعضی از جوانای امروزی پدراشونو دوست ندارن، چون خونه، ماشین، زندگی براشون درست نکردن. خواستم بهت بگم رفیق، همین جوری که میبینی، همین جوری که میبینیش، همین طوری دوستش داشته باش. اونا سعیشونو کردن، هم جوری بود دویدن، ولی نشد.